ماه می آفت‌های طبیعی در ناحیه خراسان جان 2 نفر را از بین برد، 300 خانه خراب شد. ضرردیدگان میگویند در 3 روز اولی حادثه کسی به سرنوشت آنها توجه نکرد و آنها شب را در منزل نزدیکان در محله‌های دیگر روز می‌کردند. آنها میگویند مجبور شدند به نشان اعتراض از بی‌توجهی منصبداران راه باختر دوشنبه را بندند. بعد از این اعتراض مقامات به ساکنان سیلزده کمک کرده برایشان منزل نو بنیاد کردند، اما در عین زمان به ساکنان برای این کارشان فشار آورده شده، تشبسکاران آنها را برای بی اجازه دست به اعتراض زدن بازداشت و حبس کردند. ایزد امان حامی حقوق این عمل را حد نهایی بی‌عدالتی نسبت افراد اصیل آسیب دیده مینامد. بنابراین تصمیم گرفت به طرفداری از بازداشت شده ها در مسکو مسابقه فوتبال دایر کند. ده ها مهاجر تاجیک به نشان همراهی به این چاره‌بینی همراه شدند. یک هفته گذشت ولی کسی از مقامات به جای حادثه نآمد. مردم هم برآمده فقط از مقامات طلب کمک کردند. بختاور جمعیف از حامیان دیگری حقوق مهاجران هم بر این باور است که باز کردن پرونده جنایی برای یک اعتراض صلح آمیز درست نیست. آنها یگان حرفی ناجای نگفتند، کاری نکردند، فقط رعایت حقوق خود را طلب کردند و صدا بلند کردند. گردی همایی و تظاهرات به نشان اعتراض از حوادثی که در تاجیکستان می‌گذرد پیوسته در روسیه برگزار می‌شود. 24 میلیون در راهپیمایی روز غلبه در مسکو طرفداران گروه 24 که در تاجیکستان فعالیتش ممنوع است در نزد کرمل ضد حکومت فعلی تاجیکستان گردی همایی کردند. اعتراضچیان با قرار دادگاه بازداشت و مجازات شدند. محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 میگوید اعتراض در خارج از تاجیکستان یکی از کمترین راه‌های ابراز ناراضگی از حکومت فعلی است. در تاجیکستان اعضایان این گروه افراطگرا دانسته میشوند و آنهایی که در داخل اعتراض میکنند برای سالهای طولانی روانه زندان میشوند. بنابراین مردم مجبور میشوند در کشورهای دیگر اعتراض کنند. در داخل کشور آنها چنین اجازه و حقوق ندارند. حقوق شناس شهرت قدرتوف بر این نظر است که نقطه عطف برای تاجیکستان قبول قانون درباره پیشوای ملت بود که به پرزیدنت امام علی رحمان مقام اساسگذار صلح و وحدت داده شد. محض بعد این به گفته او کشور از نظام افطاریتری به توتالیتری گذشت. تمام قدرت در تاجیکستان در دست یک شخص است و معیارهای سرقانون رعایت کردن نمی شوند. حقوق و آزادی های انسان پایمال کرده می شوند. شهروندان در داخل کشور فکر خود را آزاد بیان کردن نمی توانند. ولی فعالان تاجیک می گویند تظاهرات در مسکو و دیگر شهرهای روسیه هم می تواند برای تشکیل کننده و شرکتدارانش پیامدهای ناخوب داشته باشد. با باور آنها ساختارهای قدرتی روسیه و تاجیکستان همکاری زیست دارند و جانب تاجیکستان بدون مشکل می تواند چنین افراد را جنایتکار اعلام کرده از مقامات روسیه استرداد او را طلب کنند. و اگر سازمان‌های حقوق بشر سری وقت به قضیه دخالت نکنند، اعتراضگر به دوشنبه اخراج شده برای چندین سال به کنج زندان می روند. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.